میگم همه درصد دار 3 به 3. خب ببینید از یه چیزی من خدمت شما بگم میونه صحبت دوستم، دارت یه ورزش میان رشته‌ای هستش. یعنی چی؟ یعنی شما رشته‌های ورزشی که الان دارن بسکتبال، فوتبال، هندبال، والیبال همه میتوانن از این دارت استفاده بکنن. همینطوری که توی جام جهانی انگلیس وقتی که خواست بره توی زمین همه بازیکناشو شروع کردن دارت زدن. ببینید خوبی این رشته این هستش که ما اینجوری بهتون بگیم که اگر بخوایم در مورد رشته دارت بگیم، دارت یک ورزش تیراندازیه. ما تیراندازی با کمان داریم، تیراندازی با تپانچه داریم، تیراندازی با تفنگ داریم، تیراندازی با دارت هم داریم که به هر حال پیامبر اسلام در این مورد خب صحبتایی کردن که به بچه‌هاتون تیراندازی و شنا سوار کنید. تیراندازی حالا خوبیش اینه شما اگر بخواید یک خط تیراندازی چه با کمان چه با تفنگ و تپانچه درست بکنید، ببینید چقدر هزینه میخواد، ولی دارت همون هزینه یک لاین رو شما میتونید 6 تا لاین دارت رو بذارید. دارت ورزشیه که شرایط جوی توش به کار نمیره. شما الان بیرون بارون بیاد اینجا دارت بازی میکنی، سیل بیاد دارت بازی میکنی، هر جا که شما بخواید میتونید توی یک فضای 3 در 3 شروع کنید دارت رو تمرین و بازی کردن.